درود خدمت همگی دوستان. در مورد مبحث ملاط ها یک سری توضیحات رو بدم خدمتتون، چون خیلی از دوستان موقعیت میدانی که میرن با ملاط مواجه میشن، بر این باورن که حالا ملاطی که دارن میتونن ضخامتش کم بشه و اگر که یک مقدار ضخامتش زیاد بشه از کار ناامید میشن و میگن کار بکره. الان ما اینجا یک ملاط باستانی رو داریم که مربوط به یک اشکفت میشه که به یک تکوین مقبره هستش. وجبی که من میگیرم تقریبا ببینید وسط کاره که بین دو تا سنگ ملاط ریخته شده. از بالا اگر نگاه کنین ببینین فاصله ما بین سنگ ها کمتره و هرچی پایین تر میاد این فاصله بیشتر میشه. پس ملاط میتونه از 10 سانت تا 70 سانت متغیر باشه و نسبت به نوع سازه و اهمیتی که ساز داره ضخامتش هم متغیر هستش.